باز نگاه کردم در همون سخنرانیش کبیری گفته است که باید که پرزیدنت در 9 می با جمهوری فدراسیای روسیه نمی رفت. دعوت شده بود، هیچ کس نرفت تا همه رفت. این گپ بسیار گپ فرچی به معنی است. این باید می رفت با یعنی یاردم ضرر دیدگان، هلاک شدگان با دستگیری آنها می رفت و از حال احوال آنها خبردار بشید و با فدراسیای روسیه نمی رفت. این چیز بسیار گپی پوچ و به معنی و اغواانگیز است. خیلی اغوا یک روزش نیست، اغوا امروزش نیست. در ماه شریف رمضان هم باید اغوا کنه، در همه وقت اغوا کنه. پرزیدنت ما همه مسئولای حکومت سپارش دادگی در اونجا کار رفته ایستاده است، در او یاردم رفته ایستاده است. حتی با رئیس ولایت سپارش دادگی که تا یک ماه همین خانه های آنها را ساز کرده، تمام کمبودیاشون را برطرف کرده و استفاده دادن در کار که او همچون انسان های پیش ایود هم زیادتر، ایود هم خوبتر زندگیشون خوب شروع برود. این گپ پرزیدنت در خانه هر یک انسان تاجیکستانی هست، برای چه غمخوری همه است، غمخوری همه